درود دوستان عزیز، دهه خواق ناحیه شمسدین شاهین واقعا یک دهه افسانوی است. انا لحظه خسته نباشم بابا. تشکر. ذخیره زمستانه. سلامت باشم. این دخترچه گلبنوز اینا گاو میبرم. آدم های مقیمی همین دهه خواق. خب از کدام سال است تا در زندگی میکنین معلم؟ من یک حیات همین خونی نوف ما در همین قشلاق بریدم. خب وزیر از 57 در رفتم. زندگی چگونه میگذره در اینجا؟ یگان شکایت نیست. من خواستم که من زوده خواق. خب شغلتون بیشتر چی است بابی حاجی؟ شغلم بله. وزیر از فقط چارواکوری. چاره‌داری. چاره‌داری. شادم که در دهه شما قرار داریم. همیشه موفق باشین. اینا مرامت با دهه خوشمنظره خواق. سلامت باشین. حتما خبر میگیریم. موفق باشین. کم غم نبینین. خواق خنمیای. سلام علیکم. خاله جو خوب هستی تنجی؟ نشه بچه جون. خسته نباشید. خدا باشکر. ای کدام سال در دهه خواق زندگی دارین؟ ای 50. ای سال 50 هم؟ بابا تولد خودم 51. بهترین. فرزندان و نوه‌ها هم مهمی جدن؟ مامی جای 15 تا نواسه دارم. 4 تا اواسه. زندگی چه خیلی است در کوهستان؟ نشه واسه بچه جون. زندگی خوب است؟ شکر صد باش شکرونه. یک دعای نیک ممتع و مبرد. مایلشین سفر بی خطر چل تنها مددگار هر بلا و هر قضای بی ادب شوه خوجای خزی روبه شوه پروردگار چمی دشمنت کور شفاش کلته شوه یک عمری مرا بخری. الله اکبر. سلامت باشین. کم غم نبینی. از ما با بونگاهی تیبی دهه خواق می رویم که از دور نمایان است. اون بالای بلندی است. از اون بالا دیگر خانه ای نیست. بسیار زمانوی ساختند بونگاه تیبیش را. معلم در این بونگاه تیبی شبانه روزی نوبدار کارمند هست نه؟ شبانه روزی نوبدار. الکی گل‌های بسیار رنگ و رنگ زیبا دارد. گل‌های صدبرگ. در این بلندی که هوای بسیار زیبا است، گل‌ها هم بسیار خوب شکفتند. دوستان عزیز، ما این لحظه با یکی از پیران خیرت همین دهه خوشمنظره خواق هم صحبت میشویم. سلام علیکم بابا. نام و نسبتون؟ محمود قدم. سلامت باشین. معلم یکم مکتب همین دهه سال 1971 اومدگی. مکتب از کدام سال تأسیس یافته؟ این مکتب سال 1971 کالخوزی که غیر مسکو بنا کردگی. معلم یکم همین مکتب منم. پیش وقت مردم در کجا تحصیل میکردن؟ در همین مکتب تو اون بلنده کی هست مکتب 4 ساله بود همونجا بودن. بهترین چند سال معلمی کردین؟ خیلی نه سال 1971 تو 2008 معلم. از سال 71 تا 2008 در همین دهه خواق معلم کار کردید. دهه خواق از همون زمان پیش نام داشته؟ این از دوره ای اصلا دولت آباد. شما باید با این تاریخ آگاه باشین. دولت آباد میگفتن واسه این خواق جای نشانه زنی است. چیزهای تاریخی در اینجا معلم چی هستن استاد عزیز در همین دهه؟ مثلا بناها بخصوص همینجا مسجد رو دیده، مسجدی که در اینجا بنیاد شده است چند ساله عمر داشته باشد؟ خیلی نه 107 سال بود که مسجد عمر دیدگی است. از سال 1917. واقعا دوستان عزیز معلوم است، شما ببینید چوب‌های کندکاری زمان پیش است. در کجای گفتن که تاریخش نوشته شده است. اگر خیر ما پیدا کنیم برای شما نشان میدهیم. داخلش که شده باشه. داخل محکم است. خب سقفش هم الکی همه بالاش چوبین. مردم خیلی زحمت کشیدن. همون اندابه هایی که زمان پیش از لای کرده بودن و یگان تعمیر ایلاوگی ندارد. شاید همین گونه چراغ ها
امروز در کم جاها استفاده شود. در چند روز کم میزنید دیبورا؟ تخمین 4 روز تنهایی ها؟ 2 نفره؟ خسته نباشین، که برای کار میخوایم برای شما.